تماما ما آرزوی ما همین است که شهر آباد شود. مشکلات اولش یک مریض موتر می بود تو جان میداد، راه بسته بود. او سرک هم بخیر که شما دیدین مانند همین سرک هم تو زیبا و مقبول میشه. تقریبا 1.5 دکان به شمول قصابا 1.5 دکان میره. این رقمی که جور شد مثلا نان مردم که گرفته شد از این که وطن جور شد چی فایده؟ دولت خدمت میکنه، بسیار کار خوبی میکنه. بسیار خوش هستیم ببینیم. هموطنان ما که دکانایشان بیرون شده بود در حالت تخریب کردن دکانای خود است، همکاری کردن با دولت. دولت یک همکاری کنه که مردم که دکانش باز دکان بده به ما. ان شاء الله زود به زودترین کار فرصت. البته امروز روز ویران کردن است، ویران کردن که دوباره چهره آبادی را به خود میگیره. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیز و گرامی. خدا کنه جور و صحتمند سر حال باشید و خوشحال هستم که باز من مسعود محمدی با جمع همکارانم در خدمت شما وطندارای عزیز قرار داریم. امروز باز هم ما در یکی از برنامه‌های ساخت ساز، البته امروز روز ویران کردن است، ویران کردن که دوباره چهره آبادی را به خود میگیره و ما در سایه سر کوتل ولایت کابل قرار داریم. سرک که قرار داریم، جایی که ما قرار داریم سرک متصلی است به اضافه تر از 10 ولایت افغانستان که کابل وصل میکنه به ولایت پنشیر، پروان، نورستان و سایر ولایت های دیگر که همجوار است با کابل و یک خط متصلی است. در این ساحه قبلا مشکلات ها بود و یک سرک بود. هموطنان ما، درایورای ما و کسایی که از این سایه عبور و مرور میکردن با مشکلات فراوان دست پنجه نرم میکردن. اما شاروالی کابل، البته شاروالی امارات اسلامی افغانستان پروژه بزرگ را در این سایه تطبیق میکنه و دکانهایی که در نقشه نیستند یعنی خارج از نقشه یا خارج از ماستر پلان شاروالی کابل هستند این را تخریب میکنه و دوباره در اینجا پروژه سرک است و پیاده رو است و گلدان است ایجاد میکنه و مشکلات هموطنان عزیز ما حل میشن. وطندارای عزیز، ما فعلا در جایی که قرار داریم اینجا دکان ها هستند و این دکان ها تمامش در رخشا آمده و باید اینا از بین بره تا پروژه سرک در این ساحه پیاده شود و سرک ها دو سرکه شود و مشکلات عبور و مرور هموطنان ما حل شود، چون در اینجا روزانه اضافه تر از هزاران وسایط نقلیه عبور و مرور میکنه. قبلا مشکلات داشتن و انشالله بعد از اینکه پروژه تطبیق شود، سرک‌ها جور شود، مشکلات هموطنان عزیز ما حل میشه. خب آهسته آهسته میریم با کسایی که در این ساعت دکانایشان بوده و همین دکانایشان از بین رفته ببینیم که چی گفتنی دارن و چی خواست دارن دوباره از دولت. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ شکر است. خیرتی است. نامتان؟ نام محمد قاری. به طرف پیسه گیرین که دوستان شما رو ببینن. دکان دارین در اینجا؟ نیجا دکانه داریم، در این مسیر بالاست دکان ما. خب همین که پروژه تطبیق میشه در این ساعت چقدر برای خودت خوشایند است؟ خفه شدی چی رقم؟ ولی خوشایند هم هستیم، یک سال خفه هستیم به دوستا کاروبار نیستن. کلی دوستا بیکار بیروزگار شد، دکانهاشون غلطید زیادش کرایه‌دار بود. خب حتما دیگه برای تصمیم دارن جای بتن، اما از که پروژه تطبیق میشه، سرک جور میشه، مشکلات های مردم حل میشه، چی گفتنی داریم در این مورد؟ بلا بیادر چی بگوییم؟ این تصمیم دولت است دیگه. تصمیم دولت باید به حساب از یا چی تصمیم تا بعد خدا تصمیم گرفته نشده. ان شاء الله بخیر دیگه که سرک‌ها جور شه، مشکلات تان حل میشه. خداوند مشکلات کل ملت ما شما رفع کنه. مشکل ان شاء الله رفع است. ان شاء الله رفع میشه. سلامت باشین. تشکر. خیر باش. سلام علیکم. خوب است؟ خوب است. خیر جامزار خوب است. تو جگر خون ساده است. چی کنم دیگه؟ دکانت خراب شد چی نکرد؟ نه دکان من ندارم، کراچی دارم اینجا. خب
کراچی داری خود چند سال است اینجا کراچی بانی میکنی؟ ما 5 سال 6 سال میشم اینجا کراچی دارم. مشکلاتی که در این ساعت داشتین چی بود؟ چی مشکل داشتین که دولت خواست اینجا دوباره سرک بسازه؟ چی مشکلات رو شما داشتین؟ خب برای مردم جای بهتر دیگه، برای مردم یک جای تعیین کنه غرفه یک کارو بار کنه مردم. حالا سرک خو یک سرک دارین شما دیگه. یک سرک مشکل عبور و مرور زیاد بود، رابندی زیاد بود. روزای جمعه دیگه وقت بسیار هر وقت سرکا بند میشد. یک مثال یک مریضی می بود بسیار یک مشکلات بود مردم. خب حالا کنار سرک بخیر جور بشه. سرک جور شه بخیر خدا خوب کنه دیگه سرک جور میشه. همین مشکلات های دارن حل میشه. ان شاء الله توکل به خدا. چیزی که رضای الله دیگه. بشک وطن آباد شود دیگه حتما خوش هستی. ان شاء الله. همین کلان گپ است. همین کلان نیامت است. دستک دمت بخیر باشه. همین در نظر من میاد صاحب اضافه معلومات داره درباره از همین پروژه. سلام علیکم آقای صاحب. سلام علیکم و علیکم السلام. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ زنده باشید. اسم مبارکتون؟ غلام صابر. خب آقای صاحب شما مصروف چی کار هستین در ساعت؟ ما صاحب در پشت می دکانا خانه ماست. خب ها خانه همین دکان که چپه شود دیگه حتما خانه خودت در نه از این آدم هست از جای خب پشت سر اولی از ماست. خب بیشتر اولیت چی مشکلات داشتین قبلا در سال؟ حالا صاحب مشکلات دیگه می رابندی بود که بالکل یک مشکلات عمده‌ای بود با مردم دیگه. با مثل می بسیار مشکلات ها. اولش یک مریض موتر می بود تو جان میداد راه بسته بود. یعنی می خودش کلان یک مشکلات. و این یک راهی است که به چندین ولایت راه تقریبا 13 14 ولایت است که وصل شده در اینجا. ولی هیچ کس توجه نداشت. حالا ما خوش هستیم ولی از این کار می مردم. همین که سرک بخیر جور میشه خوشحال هستین. مثال دکاندار هم حساب خود بفهمه، خانواده هم حساب خود بفهمه، کلش دیگه. همین دکانایی که غیر قانونی بودی خب برشان اول هم گفتم میشد که جای غیر قانونی نیست، روز میشه چپا میشه پروژه تطبیق. این مردم دیگه نخواد چقدر شکایت سر صدا کنه، چون اول هم برشان گفته بود. این خب فکر کنم مدمی سایه 18 سال شد که خانه داره. یعنی یک عمره. مدمی طول 18 سال میگه بار آمدن گفتن دکانداران بیچاره مشکلات داشتن، مردم هم مشکلات داشت. این حالی که پشت سر میره هم سرک جور میشه، هم مردم مشکلش حل میشه، هم دکاندارا بدر جای خود خود پیدا میکنن که در کدام ساعت حالا خب بیچاره هم پریشان بودن. خب اینا همین قبلا دور مثال دکانا بود، سرک راهش بند کرده بود، مشکلات هم داشتن. از این بعد اینا حتما یک جای دیگه به خودشان هم پیدا میکنن. این که سرک باشه دیگه بر شما نور است. بسیار خوبش میشه. همین سرکی که از موتر فروشی ها رفته طرف سرای شمالی، با خدا دم شروع ازی که میری تو هم سرای شمالی اما قر راحت میری اما قر خوش میری. با خدا هم تو یک میگه هیچ خینی رابندی خصوصا روزای پنج شنبه جمعه شنبه بسیار بدالت بود. مردم میرن چکر طرف مردم طرف سمت شمال میرن مثال. خیلی مشکلات ها بود دیگه. بیا خداوند پاک مشکلات ها رو حل کنه و آبادی کشور ما هر روز اضافه شود. آمین. سلامت باش. بخیر باشه. چی چور زده رایستی؟ خیرتی است؟ بخیر هستی؟ چی کار داری؟ چی وظیفه؟ چون کراچی یک تایر است رومی میفروشه. رومی چطور از کاربار؟ شکر از مقصد. خب خودت تخو نگفته که از اینجا طرف برو. نه چیزی نگفتم. خب این سرک جور میشه خوش میشی خفه. خوش میشیم چرا خفه شیم؟ آبادی های وطن که زیاد شونه از کدام ولایت هستی؟ ما از ولایت کاپیسا کوبن. خیلی گمی راه راست مستقیم طرف ولایت شما رفته. وقت رابندی بود اینا از این بعد سرک جور شد رابندی هم. از این بعد دیگه رابندی فضل خدا نیست دیگه. ان شاء الله دیگه جور میشه. بسیار خوب. سلامت باش. کدام پیام کدام حرف داری به دولت به مردم؟ همین پیام مامی است که دولت خدمت میکنه، بسیار کار خوبی میکنه. همین پیام بسیار خوش هستیم دیدیم. اینا می کلان گپ است. سلامت باشید. کاکا جان گفتی وکیل کی است؟ موری سفید دم قصابی شش. خب یک قدمه برو امورا بگو که ما امروز یک چند کلمه گپ بزنیم. خب بریم آستان ناسته وکیل صاحب قصابای ناحیه 11 ناحیه 17 دیگه ببینیم که دیدگاه از اینا درباره از فعالیت‌های شما وکیل صاحب ما خب بدون اجازه آمدیم در جانتان. سلام علیکم. صحتتون خوب است ان شاء الله؟ بخیر سلامت باشی. خوب هستی ان شاء الله؟ بخیر باشین. قربانتان. اسم مبارکتان؟ نجیب الله قصاب هستم، وکیل قصابای ناحیه 17 شهر کابل. خب بسیار خوب بسیار خوب. دیگه ناحیه 17 نام خدای تو بیروبار و سر صداست. خدا را شکر. چند قصابی دارین در ثبتتون؟ یک 280 دکان است در همین ساحه در همین ساحه در ناحیه چند دکانشون میره در نقشه؟ در نقشه فکر بکن که تا عده مزار شاید یک
تقریبا 1.5 دکان به شمول قصابا 1.5 دکان میره. با زمین دکان‌های قصابا که میره باز شما کدام تصمیم گرفتین در قبال از اینکه بعدا جای دیگه را مشخص کردن یا چی رقم؟ والا امی کل ما مجبور مکلف هستیم که کوشا باشیم به خاطر آبادی وطن. بشک. دقیق شخصا ما به نظر خود خوش هستم که وطن ما آباد میشه، سرک جور میشه انشالله. و یک خواهش هم میکنم از خودتان که این سخن ما را هم برسانه. ما خداوند در قرآن عظیم و شان گفته است که القاصد حبیب الله. ما دوستای خدا هستیم، کسبکار هستیم، قاصد نیستیم. نگفته است الجنرال حبیب الله. امی هر کس اینمیجا از این پول شخصی خود، از این کسبکاری خود جای خریده است، جایداد خریده. فامیلایشان هم در پشت سر زندگی میکنه و ما کرانشین هستیم، تماما ما کرا میتیم. عاید ما بر دولت است، دولت سر ما زندگی میکنه، تکس لوحه میتیم، جواز میگیریم، تماما کارهای دولت در سر ماست. جای از خود ماست، شخصی از غاصب نبودیم، غصب نکردیم. جناب شاروال صاحب خواهش میکنیم که بر ما امر مجدد دکانهای ما را بده که جور بکنیم، پس همین شهر ما آباد شود. و ما تماما ما آرزوی ما همین است که شهر آباد شود و ما دست همکاری میدیم، سعی که شخصا خود ما تماما ما کار خود میکنیم. برای ما هیچ از دولت، از شاروالی، از ناحیه 20 روز پیش گفته بود، ولی یک وکیل گذر ما که آمد برای ما گفت که برادر دکانایتان تخریب بکنه. ما امر امور گرفتیم، خوش هستیم، به خاطر که خوش هستیم، آبادی وطن است، خوش هستیم. و همین امر مجدد البته که ما دکانهای خدا در پشت سر کلگی نفقه خور است، عیالدار است، هر کس 10 سر عیال 20 سر عیال داره، مجبور و مکلف است که تلاش بکنه. ولی تلاش ما همین است که جای داریم. امرش بر ما بده که ما دکانهای خدا آباد بسازیم، از اینجا خطا خوردیم در اونجا زندگی بکنیم. مدت 20 سال میشه که ما در اینجا زندگی میکنم و در این مدت 20 سال شاید که از 200 بار هم در اینجا زیاد آمده باشن و حالا خدا را شکرگزار هستیم که تطبیق شد و وطن ما جور میشه. خوش هستیم دیگه. سلامت باشین. آقا صاحب شما گفتین که 20 سال از در اینجا هستین و می کسب کار دولت. بله. وقتی شما دکان تازه جور کردین، بله، 20 سال پیش اضافه در از او، اما حکومت وقت زمان به شما نگفته بود که جایی را که شما میگیرین این یک روز چپا شدنی است و طبق موظفان شاروالی نیست، جایی نیست که این سایه سبز است یا هم سایه سرک است؟ والا یک کار دیگه است. در طول همین 20 سال شاید که سال 20 دفعه 400 دفعه پیش ما آمده باشه که ما این میجا نقشه از سرک میآید. این نامد، هر گپی که بود بین خودشان بود نامد و ما حال بسیار خوش هستیم به خاطر از اینکه سرک کلان میشه. برای ما هم جای است انشالله. اگر امارت اسلامی دولت ما برای ما اجازه بده جای داریم، دکان ما همون دکان است. ای که متضرر میشیم باید در آبادی وطن متضرر شویم. کل ما فداکاری نکنید، اون نریزانی خود نمیتونید. بله، همیا که با ما سهولت میکنن، ما از امی متضرر شدن بخشیدیم برشان و ما را ببخشن، دست محبتشان را سر ما بگیرن که ما دکانای ما را جور بکنیم. سلامت باشین. انشاءالله که بخیر شما عریضه کنید برین، حتما بزرگای امارات اسلامی افغانستان تمامشان کسایی هستن که رحم و دل و شفقتشون الحمدلله دارن. مردم بخصوص شاروان صاحب که ما همیشه برنامه را میبینیم و کار میکنیم در هر جای، فقط کوشش هستن که آبادی شود. ما هم خواهش ما هست شما می زحمت بخیر باشی. یا که زحمت به خاطر ما میکشن، اما دستشان را سر ما بگیرن. شاروان صاحب محترم اگر صدای ما را میشنوه، چون ما یک عاید هستیم برای دولت، ما کسبکار هستیم، عاید هستیم برای دولت دیگه. انشالله نایه همراه ما همکاری زیاده میکنه، از نایه ما خوش هستیم، از حوزه ما خوش هستیم، تمامشان همکاری های زیاده بر ما داشتیم. سلامت باشید. بخیر، سلامت باشید. خداوند پاک اجر پاداش نیک نصیب. سلامت باشی. قربانتان. بخیر باشید. وطندارای عزیز، این جایی که از آقای صاحب اشاره کرد که چندین بار از طرف کارمندای شاروالی اگر در زمان قبلی و یا هم فعلی برشان اطلاعات داده شده بود، ابلاغ شده بود که باید این جاها را شما از بین ببرین چون تخریب میشه و این پروژه هایی است که عامل منفعه است و سرکا که بخیر جور شد مشکلات ما حل میشه، مشکلات همه کسایی که از این ساحه عبور و مرور میکنه. و ببینید آقای صاحب گفت که ما به خاطر وطن آماده هستیم، حتی همین تاوان هم قبول کنیم و کدام احساس بد در قبال از این نداره. و آیستا میریم در این قسمت اینجا هم دکان ها را در نقشه آمده، دکان هم
ویران میشه و جگرخون هستی یا خوش که مکتان گپ ده خوش هستیم 50% خوش هستیم 50% خبر. ای سلام علیکم اینا 50% سلام 50% علیکم. علیکم سلام. خودت تمام شد خوب است صحتمند خیر دمی خودت که 50% خوش خفه هستی خود معرفی کن. محمد هارون یک قصابه سر گوتل. خودت ما همچنان نردیم ما یکیزه. نام مردی تارون است؟ نه نام فرزاد. برادر از خودت. بسم الله الرحمن الرحیم. نسبم غلام حیدر، یکی از قصابه کوتل هستیم. خب بسیار خوب. ما بیشتر امروز وکیل صاحبتون هم گپ زدیم. خب خودت جدا از اینکه متضرر شدی، البته این متضرر حساب نمیشه به خاطر که دوباره وطنت آباد میشه. چقدر خوش هستی با تطبیق همین پروژه هایی که سرکا جور میشه، چهارراه جور میشه و افغانستان به یک چهره هم تو جذاب و مقبول تبدیل میکنن. دیگه خب بسیار واضح است که کلگی خوش میشه که وطن جور شد. مگه از وطن که این رقمی که جور شد، مثلا نان مردم که گرفته شد، از اینکه وطن جور شد چی فایده؟ نان مردم فکر از این سر نوشد 40 متر کوتاه سر چقدر خانه چقدر مردم نان کار میکنن که نان از یا گرفته شد چی کنه که دفعه کار که جور نشه چی فایده؟ و حتما بر شما خود کدام جای دیگه را مد نظر گرفته تو هم نیست که دولت به پلان نه مد نظر گرفته نمیگم که نه مگه اونا معلوم نیست که کسی میگه آبادی رسد نمیمونه کنه. خب نه این کارا که کردن حتما او را دارن تطبیق میکنن. قبول دارم. و یک گپ دیگه چند سال است میشه دکان داری؟ اینجا ما دیگه تقریبا 10 سال میشه. دمی 10 سال چند بار از طرف شورولی به شما گفته شده بود که زمینای شما زمینای دولت است، جای شما آباد نکنین، ویران کنین که سرک به خب میگفتن یک دفعه میآمدن میگفتم دیگه یک سال دو سال دیگه گم میشد. دیگه صاحب معلوم نبود. خب این امروز دفعه که گفتن این عملی کردن. این عملی کردن. خوش هستی دیگه. بسیار خوش هستیم. از این بسیار دلم خودت چی گفتن داری؟ باز گفتنی نداره بیادر دیگه گفتنی هم بیادرم بود گام و خیر تو هم گفتنی رو خوش خفه. نه خوش هستنی هم هست که میره بزودترین فرصت دکان مردم جور میکنه خواهشانه بزودترین فرصت دکانای مردم جور کنه که کار خود مصروف شه بیادر. یعنی کلان گپ است فایدتون دوباره به دولت. بسیار خوب. خاطر که سرک کلان شو خوبه. آیدمان به خاطر که راهبندی یک ذره کم میشه موتورا مردم مریض مشکل می داشته باشه تا شفاخانه میره سقوط بکنه. آخه خوب شدیم دو کار خوش شدیم مگر نمیام دولت یک همکاری کنه که مردم که دکانش پس دکان بده به ما. انشالله زود به زودترین کار فرصت دکان مردم پس دکان جور شد. می توکل به شما. خوش شدیم ما. عزیز ما شما از طرفای ولایت سمت شمال هستید. ما از میه هستیم ما. دیگه نمیرایتون جور شو آزاد نمیتونید رفت. بسیار خوبش میشه. حالا سر شمالی حرکت میکنیم بعد تا اینجا نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشید. ولی بعد حرکت کنید شاید سرک خوب شد در 10 دقیقه میرسید. نه خیر باشه خیر باشه. خب خیر باشه. خودتون بچه‌ش هم احساس داره بگو. چی احساس داره که دکانکا البته این ویران شدن نیست، این آبادی است. نه آبادی وطن است. بازی خود راهی است که راه عموما 16 ولایت است، 12 ولسوالی است. این خود مردم ازدحامش زیادتر است، مردم کودامان است. این کوتل نفوسش بسیار زیادتر است. باز مردم هم اینطور است که یک مردم اگر دکاندار ویران میشه فکر کنه 10 نفر دیگه اینجا خراب است. به خاطر از اینکه مریض دارن دیگه جنجالاشون بسیار زیادتر است. و ما هم دیگه خفه هستیم به خاطر از اینکه ما بدون از طور یک پروگرام دکانا چپ شوه و باید مردم گوش دکان باشه و جنجال پیش از خبر کردن یک وکیل گذر خبر داد و بس خلاص با امان خدا اینطوری یک دفعه یک اقدام بسیار جدی و ضرور صورت گرفت. نفهمیدیم. این ما یک برات بزنم اقدام که جدی هم نبود هیچ اقدام نیست. ایو خب دولت هم مترن چند دفعه آمد گفتتان که امروز نه باز رفت امروز این دفعه که یک بار آمد دولت هم تو گپش باید یقین باشه. همین که دولت بگه چپک باید چپک گپ دولت مهر ملک است. بله سلامت باشید. تشکر. بخیر آرام باشید. بخیر باشید. قربانتان. وطندارای عزیز این دیگه ما آمدیم در این ساعت درد دل داشتیم قصه ها داشتیم و هیچ کس ناراحت نیست از اینکه وطن آباد میشه. همه خوشحال هستیم به امید از اینکه افغانستان ما آباد شود. هر ولایت افغانستان که آباد شود افتخارش به تمام افغان است. بله بله. به امید آبادی های وطن. خب هموطنای عزیز تصاویر دیدین که هموطنای ما که دکانایشان بیرون شده بود در حالت تخریب کردن دکانای خود است، همکاری کردن با دولت
و همشان تشکری کردن از دولت امارات اسلامی افغانستان، از شخص شاروال صاحب عزیز که همیشه کوشش میکنه در زیبایی های افغانستان افزود کنه و افغانستان ولایت های زیبایی را که هست، البته هر ولایت متفاوت است، اما دیدگاه ما و نظریه ما درباره ولایت زیبای کابل است که مقبول و مقبول تر میسازم. وطندارا او سرک هم بخیر که شما دیدین مانند همین سرک هم که زیبا و مقبول میشه. سرک که سرچشمش از سر کوتل است و الا نقطه ختمش هم سرای شمالی. وقتی جمعوطنای ما مرور میکرد خیلی مشکلات ها داشتن، اما الحمدلله حالا دیگه همین یک سرک است که اگر موترت گلان باشه اتومات خودش میره. سرک پخته است، سرک کلان است، چندین موتر همزمان میتونه که در یک ردیف باشه از این سرک رو مرور کنه. رابندی دیگه با توکل الله در این ساحه نیست. خب این را خود دیدیم که مقبول میشه و یک مسجد زیبا هم در بین خود همین دو سرک جور شده که هموطنان ما میتونن از این مسجد هم به خاطر ادای نماز استفاده کنه. و حالا میریم سرکی را که دولت در پلان گرفته کلان کنه کدام سرک است. ما اونجا تصاویر را دیدیم از جریان پیران کردن یا هم ویرانی را. خب اینی سرک دستراست از طرف سرای شمالی به طرف سر کوتل یا ولایت های دیگر که روان هستیم روان میشیم یا همون سرک است. اینجا رابندی هم است، سرکا فرسوده است، سرکا خراب است و سرکا خیلی خرد است. تا دو موتر پالو در پالو وقت اگر استاد شود دیگه با موتر سومی جای نیست که از اینجا عبور مرور کنه. این طرف بیخی خامه است. نال بخیر این سرک هم پخته میشه مکمل. جای دیگه هم که دولت در نظر گرفته او هم قیریزی میکنه، سرک جور میشه و دیگه مشکلات از این مردم از این ساحه بخیر حل میشه. برای این قسمت هم که شما میبینید دیگه این هم یک گلدان خیلی مقبول با سطح اروپا و امریکا گفته یکان از او کدام خوبشتر جور میشن. دیگه مشکل ندارن مردم، آبادی شود، وطن ما تشنه آبادی است و بخیر چهارراه ها مقبول شود، سرک ها مقبول شود. کدام خاص دیگه ما نداریم، فقط وطن آباد گلزار و وطن ما دیگه تو گلستان شود. وطندارای عزیز پرحرفی زیاد نمیکنیم دیگه، وقت برنامه ما ختم است دیگه، ناگزیر هستیم با شما از آن خداحافظی کنیم. بازم کسایی که تا به حال رفت با چینل ما سر نزدن سر بزنن، لایک کنن، سابسکرایب کنن، ابراز نظر کنن، ویدیوهای ما را ببینن و یکم کامنت های مقبول بدن. هموطنان عزیز کوشش کنیم که همیشه ما از تعصب دور خبر کنیم. اگر کدام کمی و کاستی هم در گفتار و در سبک برنامه ما میشه با معذرت شما با بزرگیتان ما را عفو کنید. تا برنامه بعد و دیدار بعد شما را به الله بی‌نیاز بسپاریم. وقتتان خوش، زیبا، پاینده و سربلند باد افغانستان.